سلام دوستان عزیز، نیلو هستم از کانال خودتون، کانال معلم دلاری. خیلی خوشحالم که اینجا با همیم، جایی که هدفش اینه شما رو قدم به قدم با روش‌های واقعی کسب درآمد دلاری، اونم رایگان، آشنا کنم. امروز میخوام درباره یک پلتفرم بین‌المللی فوق‌العاده صحبت کنم که میتونه مسیر درآمد شما رو کاملا تغییر بده. اسم وبسایتش هست یودمی. شاید شنیده باشید، رفته باشید دنبالش ولی نتونسته باشین ثبت نام کنین و یا شاید هم اصلا نشدین. خلاصه یه وبسایت کول، خفن، باحال، درآمدزا، عالیه. من خودم درآمدمو بعداً بهتون نشون میدم. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای من به دستتون سریعتر برسه. چون که میدونین که خیلی از در واقع مؤسسات هستن که این وبسایت ها رو پکیج کردن میان میفروشن. اصلا من کسی ندیدم اینجا بخواد آموزش رایگان به شما بده، ولی من هدفم همینه. خب بچه ها، این وبسایت یودمی هستش، udemy.com، و این محیط در واقع وبسایت یودمی هستش. منتها نرین تستش کنین. اگر میخواین تستش کنین با گوشی تست کنین که آی پی ایران وقتی روش میره باز میکنه وبسایت رو، ولی مسئلهش اینه که خب ما تحریمیم طبق معمول و باید این پروسه رو دور بزنیم مثل خیلی از وبسایت ها و باید با یه سری از مدارک دیگه وارد این وبسایت بشیم و از ایران خب نمیتونیم وارد بشیم چون تحریمیم. محیط این وبسایت رو بخوایم ببینین، محیط کلی وبسایت هستش. از اینجا لاگین میکنین اگر اکانت یا حسابی دارین و ساین اپ هم که برای ثبت نام هستش که بر ساخت اکانتتون. اینجا وقتی که اسکرول داون میکنید و میایین پایین، همینطور که نگاه میکنید کلی دوره هست. SQL مثلا، مایکروسافت، نمیدونم زیرو تو هیرو SQL، این مال نرم افزاری هست. و کلی دوره میتونید توی یودمی پیدا کنید. مثلا من استودنت هم و میخوام این دوره رو در واقع خریداری کنم. این صفحه اول وبسایت یودمی هستش که وقتی میخواین مثلا یه دوره رو بخرین، وقتی انگلیسی راستی باید سرچ کنین کوکینگ یا ایران فود. مثلا پرچینده است اینجا. همونطور که دارین میبینین، پس بچه هایی که آشپز هستن میتونن به اینجا کل دوره بفروشن. الان این پرشین دنس، یه کسی اومده دوره در مورد رقص های فارسی درست کرده. میام پایین، اگر نگاه بکنید دورش رو 39.99 یورو گذاشته، نزدیک 40 یورو که یورو از دلار هم بالاتره. اصلا همون دلار هم در نظر بگیریم، در واقع 40 دلارش الان با دلار 80 تومن که البته قبلا 100,000 تومن بود، نزدیک 4 میلیون هستش. 3,200 تا 4 میلیون هستش. و خب اومده عنوانش رو گذاشته. اینکه فعلا این مثل که دوره در واقع جدیده، یعنی تعداد استودنت کمتری اومدن. دو تا ریت گذاشته، فعلا 17 نفر اومدن خریداری کردن ازش. شاید دورش با کیفیت نبوده و روز کار نکرده. واسه همین گفتم یه سری موارد داره یودمی که باید حتما رعایت بکنید. اینجا وقتی میگن پایین کورس کانتنت یا محتواهای دوره رو گذاشته که اگر زبان انگلیسیتون رو قوی نیست، همه اینا رو میتونید تو گوگل ترنسلیت بذارین و ترجمهش رو ببینید. چیز خاصی نداره اصلا این وبسایت. چیز خاصی که داره ولی خب برای اینکه متوجه بشین چی به چیه، مثلا فکر کنید مثلا اینستاگرام دارین باش کار میکنین. خب اینجا اومده مثلا در مورد محتوای دورش گفته که چیا گذاشته. مثلا sequence movement vocabulary and choreography sequence، همچین چیزی در مورد شیوه رقص و اینها گذاشته. این که چیا میخواد برای این دوره. مثلا یه سری میگن برای که SQL بخوای یاد بگیری، نرم افزار فتوشاپ بخوای یاد بگیری، فتوشاپ مثلا بیسیک و مبتدی رو با قبلش گذرانده باشی. اینجا توضیح داده، دیسکریپشن در مورد دوره هستش و نشون داده که حتی دانش آموزای این دوره و دانش آموزای سایر دوره‌ای که به مثلا رقص علاقه‌مندن چیا رو خریدن که این بهتون برای ساخت دوره‌های بعدی کمک میکنه. حالا مثلا میرم به فرض بالا سرچ میکنم در مورد سایکولوژی، روانشناسی.
الان نگاه کنید کلی دوره ساختن در مورد روانشناسی که این اولیه با نماد برچسب خورده بستسلر و در واقع پرفروشترین بهترین فروشنده این هیت هست که بهتون میگم چجوری بستسلر بشین. دورش رو گذاشته که 13 یورو، پایینش بعدی ریتش 4.7 هم بوده از 5 و 12 یورو گذاشته. مثلا روانشناسی کودک گذاشته و همینطور که میایم پایین کلی دوره هستش که ساخته شده. مثلا این هاتن نیو یعنی میگه که یه دوره جدیده و مردم بهش علاقه دارن و واسه همین شما میخواین دوره بسازین باید دوره‌ای باشه که جدید باشه، مثلا نیچ باشه، یه چیز خاص رو کار کنیم. مثلا روانشناسی کودک بر روی کودکان بی‌فعال، مثلا اینو ممکنه توی سایتتون نباشه. یه قسمتایی از وبسایت هست که کمک میکنه بهتون که بفهمید کدوم دوره ها رو بسازید و همینجوری دوره نسازید و بگید کلی زحمت کشیدیم اما نشد. همه اینها در واقع بهتون قلقش رو میده. خود وبسایت بهتون میگه که اگر میخواید در زمینه روانشناسی کار کنید، در زمینه برنامه‌نویسی کار کنید، مثلا کدوم یکی از موضوعات الان جذابتر و داغ‌تر هستن و کدوم یک رو کار بکنید بهتره. الان نگاه کنید این 26319 نفر فقط بهش ریت دادن، نه اینکه خریده باشن، فقط بهش ریت دادن. یعنی از اون خریداران 26319 نفر کامنت مثلا دادن که این 13 یوروه. خودتون برین حساب بکنید ببینید چقدر دلار میشه، چه درآمد کلانی میشه. الان تعداد استودنتش نگاه کنید برای همین یه دونه دوره که 144213 تا دانش آموزه که از این 144000 تا 26000 نفر اومدن ریت 4.6 هم دادن. واسه همین خریدار برتر، فروشنده برتر شده و دورش رو هم که 13 دلار 13 یورو گذاشته که اگر بخوام یه با ماشین حساب بخوام درآمدش رو براتون حساب بکنم میگم 13 دلار در 144213 نفر ضرب داره همون 80,000 تومان دلار. 149 میلیارد تومان، 149 با 9 تا صفر دقیقاً 150 میلیارد تومان ایشون از همین یک دوره به دست آورد. وای خیلیه ها، از همین یه دونه دوره. عجیب نیست و خیلی هم جدیده. خلاصه از همین یه دوره این همه درآمد کسب کرده ایشون با یه دوره روانشناسی. بذار ببینم چند ساعته، 4.5 ساعت این دورش، 19 تا لکچر ساخته. کلا دورهای مختلف زیاد داره، خیلی ابزارها داره. همین یودمی رو من بخوام باز کنم کلی دنیاییه و کلی ازش میتونید درآمد دلاری کسب بکنید. خب بقیه‌اش رو میام فیس تو فیسی براتون توضیح میدم. و اما خیلی دوست دارم بدونم شما کدوم وبسایت های بین المللی رو دوست دارید ولی نتونستید واردش بشید یا نتونستید ثبت نام بکنید یا نتونستید ازش کسب درآمد دلاری کنید، چون من با همه اینها آشنام. اینکه کدوم وبسایت های بین المللی رو دوست دارید اینا رو توی کامنت حتما بهم بگین. بر اساس تعداد کامنت های بیشتر، مثلا یک کسی با 10 تا کامنت گفته که یودمی رو میخوام، خب در اوایل کانال هستیم و من یودمی رو بررسی میکنم. حالا بریم سر اصل موضوع. یودمی، وبسایت یودمی چیه؟ یه بازار بزرگ و جهانیه که در واقع یودمی میاد آموزش‌های آنلاین رو به فروش میرسونه. یعنی شما میتونید هر مهارتی، هر دانشی که دارید آموزش بدید. آشپزی باشه، نرم افزار باشه، چوب باشه، کارای نمیدونم حتی هرس کردن درخت باشه، میخواین آموزش‌های تخصصی روانشناسی بذارین، آموزش کودک باشه، قالیشویی باشه، بچه‌داری باشه، در مورد دامپزشکی باشه، پزشکی باشه، یعنی از ادبیات حتی به فارسی، هر چیزی که شما فکرشو بکنید، کوچکترین مهارت، کوچکترین چیزی که فکرشو بکنید میتونید توی این وبسایت دوره درست کنید، فیلمش کنید و بفروشیدش. واقعا دارم میگم تمام چیزها توی این وبسایت خریدار داره. از چیزهایی که فکرشو نمی‌کنید، میگید ما که فقط مثلا یه نجار ساده ایم، ما که فقط یه مکانیکار ساده ایم، واقعا میتونید ازش کسب درآمد کنید. فقط باید یه دوره خوب درست بکنید و حتی الامکان به زبان انگلیسی باشه. خیلی به نفعتونه، بردش توی زبان انگلیسیه. اما اگر هم نتونستید فارسی درست کنید، حتی بازدید کننده و خریدار ایرانی و فارسی زبان هم داره. ولی خب توصیه من اینه که انگلیسی تولیدش کنید چون درآمدای
کلانی توی این راه هستش. درآمدهای خیلی زیادی از بازار یودمی کسب کنید. پس یودمی یه بازار بزرگ و جهانی هستش. آموزش‌های آنلاینتون رو توش میذارید، یعنی شما میتونید هر مهارت و دانشی که دارید رو آموزش بدید و توی این وبسایت بفروشیدش. نکته جذاب اینجاست که خریدارها فقط از ایران نیستن، اصلا بیشترن از ایران، اکثرا از ایران نیستن، بیشترن از بقیه کشور هستن، آمریکا، آنگولا، هند، ژاپن، کره، اسپانیا، هر کشوری رو فکر کنید توی این وبسایت هستش. پس از کل دنیا میان و این یعنی درآمدتون دلاریه و کاملا مستقل از وضعیت ریالی و ارزی چرت ایرانه. چرا یودمی انقدر محبوب شده؟ چون به شما اجازه میده بدون نیاز به هیچ مجوز پیچیده یا سرمایه اولیه زیاد، فقط با ضبط چند تا ویدیو آموزشی با همین گوشیتون یه دوره درست کنید و اونو توی سایت قرار بدید. بعد هر کسی که دورتون رو بخره درآمدش میاد به حساب شما، اونم به دلار. نه ممکنه که بپرسید درآمدش چقدر واقعیه و قابل قبوله. من خودم چندین سال با یودمی کار میکنم و در آموزش‌های بعدی حتما صفحه خودم رو میذارم، حالا شاید توی این ویدیو هم بذارم، باید یکم بررسی کنم. همه بهم میگن درآمد دلاری خودت از یودمی چقدره، چجوریه؟ واقعا زندگی من رو عوض کرد. یودمی خیلی میتونه متحول کنه. منتها من چون کار حضوری دارم، قبلا هم گفتم بهش اشاره کردم، اون کارم هم درآمد خوبی داره، اما دوره گذاشتم و درآمد دلاری پسیو یا غیر فعالم همین الان دارمش و هر ماه کلی دلار به حساب خودم واریز میشه. ولی چون دیدم خیلی از دوستان بی‌انصاف هستن که پکیج فروشی میکنن، به رایگان نمیذارن، الکی اینو داغش میکنن، الکی میان میگن ما فقط بلدیم تو نمیتونی، من رفتم دنبالش و از جایی که آدم کنجکاوی هستم تهش رو درآوردم. به شما رایگان میگم پس واقعا سابسکرایب کنید و یادتون نره. خب این درآمدتون چجوری افزایش پیدا میکنه؟ با ادامه دادن و ساخت دوره‌های بیشتر و خب هرچه کیفیت این دوره‌هاتون بیشتر بشه، این عدد درآمد دلاری میتونه رشد کنه. سیستم یودمی اصلا چه مزایایی داره؟ چرا من باید واردش بشم؟ اول اینکه شما صاحب محصول خودتونید. دوم اینکه مخاطب جهانی دارید که واسه کارتون ارزش قائله. نه تو ایران هی مدام باید تخفیف بدید به این اون که آیا محصولتون رو بخرن یا نه، تازه با منت. سوم اینکه این سایت همه زیرساخت‌ها رو آماده کرده و کارهای سختی مثل پرداخت، تبلیغات، پیدا کردن مشتری رو خودش انجام ده. و مهمتر از همه این که میتونید از مهارت‌هاتون رو در واقع تبدیل به پول کنید و این یعنی اینکه آزادی مالی دارید. حالا اینکه چرا من این کانال رو زدم و این آموزش‌ها رو میخوام رایگان در اختیارتون قرار بدم، واقعا من درآمد دلاریمو دارم، درآمد ایرانیمو دارم و عاشق تولید محتوام و دوست داشتم به رایگان اینا رو در اختیار قرار بدم. سالها دنبال این روش‌ها گشتم، کلی دوره خریدم، کلی هزینه کردم، شکست خوردم، یاد گرفتم، مسدود شدم، بلاک شدم و خیلی چیزای دیگه. میخوام این مسیر رو برای شما کوتاه کنم بدون اینکه لازم باشه هزینه‌های بالا بدید یا وقت زیادی تلف کنید، چون واقعا جوونای ما واقعا مستعدن. هدفم اینه که همه بتونن از این فرصت استفاده کنن، زندگیشون رو بهتر کنن. پس واقعا با صداقت میخوام این روند رو طی کنیم با هم. حالا یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر دوست داشتید این آموزش ها رو من ادامه دار کنم، خب قطعا به بازخورد و فیدبک شما ربط داره. واقعا این کانال رو به دوستاتون معرفی کنید، خیلی خوشحال میشن، چون خیلی هستن الکی دارن پولای گزاف و کلان میدن به ملت، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون و وقتی اینا رو میشنون واقعا اذیت میشن، چون که میتونید خودتون طی کنید. اینکه چه وبسایت ها یا پلتفرم های دیگه رو دوست دارید بهم حتما بگید. خب برگردیم به یودمی و نحوه کارش. وقتی دوره ساختید باید یه سری نکات رو رعایت کنید که فروش بیشتری داشته باشید. من حتما توی ویدیو بعدی در مورد اینکه چجوری سئو کنید، چجوری بیاید جزء رنگ‌های اول قرار بدید ویدیوتون رو، در مورد همه اینها، کاورتون، طرز ویدیوتون، همه اینا توضیح میدم. چه متریال یا مواردی نیاز دارید، چه در واقع مواردی رو باید رعایت بکنید، به همه اینها اشاره میکنم. اما اولین مورد اینه که باید موضوعی که میخواین انتخاب کنین بازارش خوب باشه. ببین تمام موضوع ها اونجا فروش داره، اما موضوعی که بازارش خوب باشه و مردم بیشتر دنبالشن، خب به خودتون بیشتر میچسبه دیگه، زحمتی که کشیدید درآمد بیشتری خواهد داشت. اینکه ویدیوهاتون ضبط با کیفیتی داشته باشه، صداش خوب باشه، توضیحات دقیقی بدین، به سوالات دانشجوها از سراسر دنیا جواب بدین و استفاده از امکانات تبلیغاتی سایت دیگه. همین موبایلتون میتونین ویدیوها رو ضبط کنین، منتها کیفیتش باید 720 به بالا باشه
و اگر حالا دوربین با کیفیتی دارین خب قطعا تاثیرش بالاتره، بهتره. ولی اگر امکانات ندارید هیچ مسئله‌ای نداره. شاید یه میکروفون ساده مثل میکروفون ساده بویا فقط لازم داشته باشید که فکر می‌کنم الان 200,000 تومانه و که صدای خیلی قوی داشته باشین، چون روی صدا حتی بیشتر تصویر اینها حساس هستن که توی ویدیوهای بعدی گفتم بهتون آموزش میدم. یه نور مناسبی داشته باشید و با انرژی باشید، فیک نباشید. اینها خب مهمه. این که بپرسید آیا این کار وقتگیر هستش یا وقتگیر نیستش، تایممون رو میره. آقا بحث درآمد دلاریه. اولش نیاز به زمان و تمرکز داره، ولی وقتی دورتون رو میسازید اون مثل یه منبع درآمد غیر فعال میمونه. یعنی میخوابید دلار داره واریز میشه به حسابتون، چون کشورهای مختلف توی سایت و ساعت‌های مختلفن. پس جذابیتش اینه که شما لالا کردین، شما خوابین، ولی اون از یه کشوری مثلا از اوکراین دارن دورتون رو میخرن و به حسابتون واریز دلار میشه. کسب درآمد دلاری خب خیلی رو نجات داده و فرصت‌های زیادی رو باز کرده، ولی باید یاد بگیریم چطور درست وارد این دنیا بشیم. من اینجام که کمکتون کنم واقعا. امروز هم کلی حرف زدیم و امیدوارم تونسته باشم یه دید خوب بهتون بدم درباره یودمی و اینکه چطور میتونید ازش پول بسازید. باز هم یادآوری میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید و به هم بگین که کدوم وبسایت ها رو دوست دارید زودتر بررسی کنم. قطعا اولویت من خواهد بود و مرسی که تا اینجا همراه من بودین. منتظر دیدار دوباره شما توی ویدیوهای بعدی هستم. نیلو هستم از کانال معلم دلاری و حتما ویدیو معرفی من که چرا این کانال معلم دلاری رو ساختم و چرا به رایگان رو ببینید. لینکش رو میذارم. بای.